نژن در سیاهی مطلق و خلأ عجیب به هوش آمد. انگار زمان و مکان هر دو معنای خود را در اینجا از دست داده بود. هیچ حسی از گرما یا سرما وجود نداشت. نژن حس می کرد بدنش سبکتر از همیشه بود. گویی در هوا معلق بود. سعی کرد تکان بخورد. پاهایش به آرامی روی چیزی فرود آمد. اما صدا یا لرزشی در فضا به وجود نیامد. چشمهایش را باز کرد. اطراف خالی بود و انگار تا بی انتها ادامه داشت. انگار که به بخشی از هیچ وارد شده بود. فقط یک چیز در این تاریکی می درخشید که آن هم منشأ نامعلوم داشت. ناگهان صدای آرام سکوت را می شکند. خوش آمدی انسان کوچک. صدای آن مرد همزمان هم آرامش بخش و هم تهدیدآمیز بود. نژن به سمت آن مرد برگشت. مقابل او با فاصله اندکی مردی بلند قامت با ردای سفید بر تن و چشمانی که به طرز عجیب بین زرد و لاجوردی بود می درخشید. رنگ چشمهایش در این تاریکی بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می کرد. ذهن نژن پر از سوال بود و با صدای آرام و لرزان پرسید: اینجا کجاست؟ مرد با چهره بی تفاوت قدمی به جلو برداشت. فاصله اش با نژن به اندازه کم شده بود که می توانست جزئیات لباس و عجیبش را ببیند. روی ردایش ظریف و باستانی حک شده بود. انگار از دوران باستان بود. با خونسردی گفت: اینجا جایی است که تو باید بیدار می شدی. خیلی وقت بود منتظرت بودم. حرفهایش در ذهن نژن مثل ناقوس می پیچید. هنوز سعی داشت بفهمد چه اتفاق افتاده است که ناگهان اون فرد در یک چشم برهم زدن جلو نژن ظاهر می شد. انگار که تلپورت کرده باشد. فرصت واکنش نداشت و او انگشتش را به آرامی پیشانی نژن زد. انفجار از نیرو نژن را به عقب پرتاب می کرد. 40 متر به هوا پرتاب شد. انتظار داشت استخوان‌هایش بشکند، اما در این فاصله چیزی در ذهنش خطور کرد. چیزی که هرگز قبل از آن یادش نمی آمد. به زمین برخورد کرد و زمین نرمتر از آن چیزی بود که فکر می کرد. یا شایدم دلیلی دیگری داشت. از جایش بلند شد. بی حرکت در جای خود ایستاد. آن مرد سرش ناگهان فضای تاریک به لرزه افتاد و یک دروازه عظیم از خلأ بیرون آمد. دروازه سیاه و بنفش حدود 50 متر طول و ارتفاع داشت و اطرافش شعله‌های بنفش در حال سوختن بود. از درون دروازه صدای غرش بلند به گوش می رسید. ناگهان گرگ شاخدار از میان دروازه بیرون می جهد. پیکرش از سایه ساخته شده. شعله‌های بنفش دور بدنش می پیچد. چشمان درشت و درخشانش به نژن زل زده بود. شاخهای دراز و درخشان از سرش بیرون زده بود که گویی قدرت ماورایی در خود نگه داشتند. با هر قدمش زمین زیر پایش ذوب می شد. دروازه پشت سر گرگ بسته شد و سکوت جایگزین تمام صداهایی می شد. گرگ بلند خندید. خشک گفت: بیا شروع کنیم بچه جون. نژن که تا الان در افکاری که تازه به دست آورده بود و در سینه خود سنگینی باری را حس می کرد،
به سمت گرگ نگاهی کرد که آرام آرام به سمت بر می دارد و به سمت او می آید. لژند زمزمه کنان می گوید شروع کنیم چی رو؟